میدانیم و دیدیم که یک دریا خون اکنون بین ما و این رژیم هست. من اینجا هستم تا به سهم خودم صدای میلیون ها همیهنانمون باشم در دیدارهایی که تو همین 2-3 هفته پیش که لابد خیلیاتون دنبال کردید در سوئد، در ایتالیا و اکنون اینجا در آلمان، در دیدارهای مختلف نه تنها با همیهنان فعالمون در این کشورها بلکه با مقامات سیاسی و دولتیشون داشتم و خواهم داشت که پیام آورنده خواست شما مردم ایران باشم که مردم ایران رو فراموش نکنید. مردم ایران جایی سر این میز مذاکرات کنونی ندارند. حداقل کاری که دولت‌های غربی علل خصوص کشورهایی مثل آلمان و اروپا می‌توانند انجام بدن تأکید بر اینکه جزء این مذاکرات حداقل یک سری از خواسته‌های آنی همیهنانمون برآورده بشه. برقراری اینترنت و اتصال مردم به جهان آزاد، تأکید بر پایان دادن آنی اعدام‌ها در ایران، آزاد کردن تمام زندانیان سیاسی. این تنها خواسته ما نیست ولی حداقل کاری است که به عنوان یک اهرم فشار بر این نظام از توقعات بجای ما از کشورهای دموکراتیک و آزاد که ادعای پشتیبانی از حقوق بشر میکنن رو داریم.